برای باز کردن قفل زنجیر یا کویک لینک بدون ابزار مخصوص خودش کافیه که قفل زنجیر رو بیاری روی سینی و یه دندونه به این شکل این رو نزدیکتر بکنی. بعد کافیه که با یه حالا ابزاری خیلی آروم به یه ضلعش چند تا ضربه وارد بکنی تا قفلش باز بشه. برای اینکه دوباره ببندیش هم برای اینکه زیاد تحت فشار نباشی راحت ببندیش خوبه که زنجیر رو از روی سینی به این شکل خارج بکنی که بتونی راحت این قفله رو ببندی. اول کافیه که پین ها رو توی قسمت داخلیش قرار بدی، آروم رو هم موازی و یک کوچولو فشار بیاری و این یکم قفل بشه و دوباره این زنجیر رو بنداز روی سینی و بعد ترمز عقب رو نگه دار و سعی کن با پدال یکم فشار بیاری، حالا چه با دست چه با پا، که این قفله بیشتر و بهتر قفل بشه. پیشنهاد اکدم میکنم که حتما یه دونه از این قفل زنجیر زاپاس هم همیشه با خود داشته باشید، چون توی یه برنامه من اینو شکوندم و لنگا خودم به خونه رسوندم.